آمریکا فیروز براتوف در یک اظهارات به عنوان رهبران پرنفوذ دنیا از جمله دبیر کل سازمان ملل انتونیو گوترش، پرزیدنت آمریکا جو بایدن، پرزیدنت اتحاد اروپا اورسولا وان در لین و ملکه بریتانیا الیزابت دو از آن اظهار نگرانی کرده است که جامعه جهانی یکباره مردم افغانستان را به دست طالبان سپاریدند و در نتیجه حالا مردم آزادخواه افغانستان در روبروی مبارزه با تروریسم بین المللی در چهره سازمان تروریستی طالبان که چند روز پیش مشکل جهانی بود تنها ماندند. به عقیده ژورنالیست تاجیک اگر این اصولهای حقوق انسان در جهان ارزش دارند باید مردم افغانستان را تنها نمانند تا از جانب طالبان محو نشوند. فیروز براتوف از رهبران پرنفوذ دنیا 10 خواهش طلب کرده است. یکم، جامعه جهانی از حکومت پاکستان طلب نماید که عاجلا از کمک به سرپرستی سازمان تروریستی طالبان خودداری کند و از قتل مردم آزادخواه و حمله به پنجشیر که یگانه منطقه ضبط نشده از جانب تروریستان است دست کشد. دوم، جامعه جهانی موظف است که از گروه‌های آزادخواه که در برابر گروه تروریستی و دهشت افکن طالبان که حکومت را غصب کردند در مبارزه هستند پشتیبانی کنند. حکومت‌های غرب با تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند و در برابر هر خشونت آنها از تحریم کار بگیرند و حکومت فراگیر ملی باید تمام ملت‌های ساکنان افغانستان مخصوصا تاجیکان که بیش از 50% اهالی کشور را تشکیل میدهند شامل شوند. شما همچون کشورهای ابرقدرت جهان که زمام به کدام سمت رفتن دنیا در دست شماست در تشکیل حکومت فراگیر افغانستان مسئولیت دارید. سیوم، در افغانستان حکومت فراگیر که در آن تاجیکان، هزاره‌ها ازبک‌ها و همه اقلیت‌ها نمایندگی میکنند باید تشکیل شود. با نیروهای مقاومت ملی افغانستان که در دره پنجشیر قرار دارند همکاری نماید تا اینکه با دستگیری جامعه بین المللی تواند با تروریسم بین المللی غالب آیند و یک کشور آزاد و حقوق بنیاد سازند. چهارم، کشورهای اتحاد اروپا، امریکا که چون حامی حقوق انسان و ارزش‌های دموکراتی ارزیابی می‌شوند باید در راه مبارزه با طالبان، داعش و غیره عقب نشینی نکنند و با کشورهایی که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند تحمل پذیر نباشند، بخصوص پاکستان که از مؤسسه‌های حامیان دیرین طالبان است و تا حال به آن کمک می‌کند و وسیله برای پیشبرد سیاست‌هایش در منطقه استفاده می‌برد. پنجم، کارمندان هلال احمر و صلیب سرخ باید به ساکنان پنجشیر و منطقه‌های دیگر افغانستان که مردمش در گرسنگی می‌ماند غذا، داروواری و دیگر کمک‌های بشردوستانه را رساند. ششم، جامعه جهانی باید حکومت غاصب افغانستان را که در دست تروریستان است تحریم نماید. هفتم، همه کشورهایی که با طالبان همکاری میکنند نیز باید تحریم شوند. آنها وظیفه‌دار شوند که برای پیشگیری اشتراک شهروندانش در جنگ‌های طالبان چاره‌های عاجل و قطعی اندیشند. هشتم، اشرف غنی و اطرافیان و یاورانش باید از جانب کشورهای اروپا، کانادا و امریکا تحریم شوند و به جوابگری جنایتی کشیده شوند. نهم، حساب‌های بانکی آنها را مسدود نموده آنها را در پیگرد بین المللی قرار دهند. مبلغ‌های مصادره شده مردم افغانستان تنها بعد تشکیل حکومت فراگیر برگردانیده شود. دهم، زبان دری و یا فارسی همان طور که در افغانستان زبان دولتی و معاشرت تمام مردم بود باید همچنان پایبرجا باشد. این هزارات فیروز براتوف را الکی 10 نفر بازنشر کرده و صدها نفر زیر آن امضای خود را گذاشتند.